بچه‌ها اومدم امروز با یه غذای خیلی خوشمزه که همگی فکر میکنین خیلی سخته درست کردنش، ولی من میخوام بهتون آسون یاد بدم که آسون بپزینش. کالباس خونگی میخوام بپزم. من گوشت مرغ رو از بیرون تهیه کردم، ولی میتونین خودتونم تو خونه تیکه‌های مرغ رو چرخ کنین و چرخ کرده مرغ داشته باشین. مقداری چرخ کرده این مرغ رو میریزیم تو ظرف. من 3 تا سی رو با جوز هندی رنده کردم میریزم. 3 تا قاشق آرد ذرت میریزم. ادویه های خیلی زیادی داره این کالباسمون. بهش نمک اضافه میکنیم الان. بعدش بهش دارچین اضافه میکنیم. یه کمی دیگه پودر سیر اضافه میکنیم. آویشن اضافه میکنیم. من تخم گیشنیز و هل رو هم کوبیدم و با هم اضافه میکنم. اینا خیلی طعم خوبی میده و عطر خیلی خوبی. فلفلم هم فلفل قرمز ریختم، هم فلفل سیاه، بستگی به ذائقتون داره. 3-4 تا قاشق هم روغن مایه اضافه میکنیم. خوب با دست ورز میدیم، خیلی خوب. این مرحلهش مهمه. بعد که ورزش تموم شد بهش هویج و خلال پسته اضافه میکنیم. شما میتونید بهش قارچ هم اضافه کنید، تیکه های خورد شده قارچ هم اضافه کنید، ولی من قارچ نداشتم. یه تیکه خیلی بزرگ رو از گوشت مرغمون برمیداریم، سلفون رو روی سطح صافی پهن میکنیم و سلفون رو به خوبی دور این تیکه گوشتمون میپیچیم. هرچی بیشتر بپیچیم به نفعتونه. کامل میپیچیم. بعد 2 تا نخ کاموام از قبل آماده میکنین. برای سر و تهش باید گره بزنیم. به کمک یه نفر دیگه سر و تهش رو گره میزنین. قشنگ بپیچونین، خیلی خوب بپیچونین توی این مرحله. بعد نخا رو با دورش میپیچیم و گره محکم میزنیم، چون قراره این کالباسه بره توی آب پخته بشه. بعد که 2 طرفش رو گره زدیم میذاریمش توی یه دونه کیسه فریزر و خوب درش رو محکم گره میزنیم. من با این حجم از مرغ 5 تا کالباس با ابعاد مختلف پیچیدم. همه رو دونه دونه میذاریم توی کیسه های فریزر و یه قابلمه آب میریزیم و همه رو میذاریم توی قابلمه. از قبلم روشنش نمیکنیم، همزمان روشن میکنیم. میذاریم 1.5 ساعت کامل بپزه. بعد که پخت یه شب تا صبح میذاریمش توی یخچال سرد بشه. نوش جان. اگه خوشت اومد سیوش کن.